درود به همه هموطنانم در سرزمین پارس. من حسین فدایی هستم. اینجا بابرسد لب رودخونه شازده رودخونه هستیم و من قراره یک شعری رو براتون بخونم و امیدوارم که خوشتون بیاد. شعر من هست زبان حال قرآن. و اما مردم عامی که با قلب رعوف و روح آرامی، نیاز آرزوشان را در الفاظم نشأت گیرند و بس، بی آن که در اعماق فرمانم پیامی از خدا گیرند، پا در راه بگذارند. من از اینان گله دارم، هزاران صد هزاران من گله دارم. یکی خواند مرا گنگ و غلط با چهچهی که آهنگ غنا هستم، یکی بندد مرا بر بازویش که خیرالحافظون هستم. یکی آوی زدم بر گردنش که صلیبی از طلا هستم، یکی خواند مرا در بزم غم که شعر مرده ها هستم. یکی هم بهر حفظ جان و مالش یافل از یاد خدایش، میدمد یک قطعم را بر خودش، بر خانه‌اش، بر بچه‌اش، تا از بلا و درد و آتش در امان باشد. در آن دم که عزیزی از وطن عزم سفر دارد، مادری یا خواهری یا همسری در بدرقه بر او نظر دارد، پلی از من بر بالای سرش بندند تا اول قدم را پیش بگذارد و دائم از بلا و درد و آتش در امان باشد. در آن دم که دکتر عاجز از درمان و دردش بی اثر گردد، مرا شویند و نوشند که از آب الفاظم علاج دردشان باشد. به دیوار مناره بر فراز گنبد و باره، مرا با خط تزئینی به سر در هم معماوار و خوشخوانا با صنعت تذهیب عرضه می دارند، فقط بهر نظر دنیا و ثواب آخرت و بس. فلانی در تمام زندگی با من ندارد آشنایی، ولی هنگام تردید و بلا تکلیفیش یا انتخاب مسکن و یاری یا آغاز هر کاری، به دامانم زند دست و گشاید لای قسمم را، خوب یا بد یا میانه. برای یمن هر مسکن مرا با آب و آینه به آنجا میبرند اول که حتما مبارک گردد آن خانه. کنار 7 سین سفره هاشان یا در صف سیر و سماق و سنجد، به همراه صداق زن به پیش چشم داماد سیه پوش و عروس نقره‌ای دامن. به بالین مریضان، توی دست مردمان، بر سینه نوبابگان، بر روی قبر مردگان، هم ارزش خرمهرها بر گردن خرهایشان. من حاضرم، اما برای چه؟ برای که؟ تبرک یا تحرک، تکمل یا تکامل، تجمل یا ته تزیین شعائر، حفظ جان و مال یا القاء ایمان، یا فقط بهر ثواب جنت و فردوس؟ مزد آن نمیدانم چه گویم من. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. من چه کردم با شما کین قسم خوارم کرده اید؟ پیش هر لا مذهبی بی اعتبارم کرده اید، در میان کوچه پرگرد و غبارم کرده اید. هیچ کس با دین این چنین شفاعت می کند؟ من که خود را شیعه می نامم در روی زمین، هیچ ملت با کتابش کرده رفتاری چنین. شاهدی بر حال قرآن یا اله العالمین، سوره هایم یک به یک اقرار شهادت می کنند. هیچ توراتی شده پیش یهودان مثل من، هیچ انجیری به خاک افتاده غلطان مثل من، هیچ چیزی گشته پامال مجوسان مثل من، هیچ هندویی چنین ظلم و فضاحت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. به راستی خواهر و برادر ایمانی، آیا قرآن برای این آمده که از آن این گونه استفاده کنیم یا باید راه درست زندگی کردن را آموخت؟
به راستی کدام یک؟